من سوالم از تو دختر خوبینه، شما مگه تنفروش نیستی؟ میگه بله. میگم آیا با 1 سال تنفروشی میتونی خونه بخری؟ میگه نه. میگم اینجا سواله، میتونی ماشین بخری؟ میگه نه. نمیشه. الان تو همین تو اروپا هم اینطوره، دختر $100 شبی در بیاره، $200 هم شبی در بیاره، 365 روز $100 میشه 300 میشه 36,000. اون باید 7 سال کار کنه تا یه دونه خونه تو اروپا بخره. یه خونه $300,000 بخره، $400,000 بخره. دعوای ما جهان اینه. اینش هم بردهداری، اینش هم تنفروشی. این یعنی تو داری خودتو میفروشی برای هیچ. امپراتوری که پارس که بیاد، قانون امپراتوری پارس اینه، میگه شما تنفروشی؟ میگه بله. نو پرابلم، دونت وری. شما 2 سال تنفروشی میکنی باید خونه دار بشی. چرا؟ چون وقتی خونه خریدی شاید دیگه نفروشی. وقتی ماشین خریدی، پول گرفتی، حقوق گرفتی، شاید دیگه نفروشی. این تفاوته. اما توی تیم رضا پهلوی در سکولار دموکرات، تنفروش $100 رئیس داره، بهش میگن خانم رئیس. زمان شاید بوده خانم رئیس. خانم رئیس خواهر مادر تو رو سرویس میکنه تا 20 سال بعد کار کنی. مگه فیلمای سریال ترکی تو نگاه نمیکنید؟ سریال بلغارستانی نگاه نمیکنید؟ مگه سریالای اوکراینی نگاه نمیکنید؟ بشین نگاه کن اینا رو. میگه الکی سریال میسازن.